درود به همه همراهان گرامی کانال ایزی کوین. امیدوارم که روز پر انرژی رو تا این ساعت گذرونده باشین. دوستان عزیز، طبق وعده‌ای که به شما داده بودیم ویدیوی آماده کردیم بابت استراتژی که ما میتونیم در مقابل همستر کامبت داشته باشیم. این همستر کوچولو و شیطونی که همه رو به مبارزه دعوت کرده و داره کار رو به سمت و سوی میبره که دیگه همه به چه کنم افتادیم، ولی نگرانی نداره. ما تو این ویدیو به شما راهکارهایی رو میگیم و اینکه بهترین استراتژی در مقابل همستر کامبت چه میتونه باشه. همراه ما باشید. من همین ابتدای قضیه باید یه مطلبی رو خدمتتون بگم که تو پرانتز هست و اصلا ربطی به همستر نداره. یه توضیحی و یه نکته مارکتینگی و دیجیتال مارکتینگ هست که دوستانی که البته توی این فضا و تو حوزه مارکتینگ هستن قطعاً با این اصطلاح و در واقع با این استراتژی آشنا هستن و اون هم استراتژی کاستمر لویالیتی است، رسیدن به مشتریان وفادار. دوستان من، مشتریان وفادار مهمترین استراتژی که کمپانی‌های بزرگ دنیا دنبالش هستند و تمام تیم‌های مارکتینگ، تمام تلاش و تکنیک‌هایی که به کار میبرن رسیدن به این کاستمر لویالیتی است. مشتریان وفادار هستند که برندها و محصولاتشون رو نجات میدن و در جهان امروز که همه رقابت‌ها فقط با یک کلیک کردن به ظاهر ساده هست، ولی واقعا علم و دنیایی از دانش پشت سرش هست و این مارکتینگ جدید هست که درون خودش این مشتریان وفادار رو رشد میده. همستر هم اومده از همین تکنیک استفاده کرده. به تعریف ساده، مشتریان وفادار یک رابطه احساسی پایدار و مداوم هست که بین کاربر و یک محصول یا یک خدمات یا یک پروداکتیه که ایجاد می شود که اون کاربر یا اون عضو و یا اون مشتری دیگه به این راحتی دستبردار اون محصول و اون خدمات نیست. دو تا نگاه در پشتش هست، نگاه رفتاری و یک نگاه ذهنی. نگاه ذهنیش اینه، میگه که من اعتبار کسب میکنم، من حالم احساسم خوب میشه از طریق این محصول یا این خدمات. و نگاه رفتاری میگه من حتی اگر تمام خستگی وجودم رو گرفته باشه، ولی وقتی که به این برف از محصول میرسم احساس خوبی دارم و رفتارم جوریه که مداوم میخوام که در کنارم باشه، چون که یه احساس خوبی به من میده. مثال واقعیش رو همستر بخوایم بزنیم همین قضیه است. این میشه مشتری و خلق مشتری وفادار کردن. همستر اومده از همین تکنیک استفاده کرده و این اصلا ربطی به کش دادن این بازی نیست که چرا تموم نشد، چرا گفته بود آگوست الان طول کشیده. نه، این همه تو پلنش دیده بوده، ولی داره کم کم اینا رو همه رو فاز به فاز میبره جلو. این نکته رو من حتما می‌خواستم با شما در میون بذارم که پس با این مفهوم کاستمر لویالیتی آشنا بشین که به نظر من بسیار بسیار توانمند و بسیار هوشمند تونسته به این موفقیت همستر و تیم خلاقش برسه و اتاق فکری که پشت این تیم هست به نظر من بسیار بسیار قویه که تونسته 350 میلیون کامیونیتی از مردم دنیا رو دور خودش جمع کنه و این موفقیت بزرگیه. خب حالا میریم سراغ اصل قضیه. اتفاقی که 3 روز پیش افتاد برای همه ما و پاکت های نامه‌ای واسه ما تو همستر ارسال شد. ماجرا چه نامه‌ای اومد که 2 بال سفید بود و ما رو یاد فرشته‌ای میرسون که نامه اعمالمون رو به دست ما میرسونه. این جور تیپ کارها که من از این کانسپت ها بسیار خوشم میاد از اتاق فکر آقای پاول دروف میاد. بله، تعجب نکنین، آقای پاول دروف و تلگرام پشت همستر هستن و سرمایه گذاری اصلی این داستان شخص آقای پاول دروف، شک نکنید. میریم و برمیگردیم، همراه ما باشید. خوش برگشتید. حالا ما ادامه این ویدیو رو خود بات توضیح میدیم بدون معطلی. من ابتداً
میرم روی فضای اچیومنتمون و ببینیم که به چه ترتیبه. عزیزان 9 تا شاخص برای ما در نظر گرفتن توی این دستاوردهامون که از اول یعنی اومده خیلی قشنگ همه چی رو رصد کرده و دیگه اون داستان پروفیت مهمتره یا سکه مهمتره رو اصلا دیگه بذاریم کنار، فراموش کنیم. عزیزان این 9 تا شاخص مهمه. شما هرچه تعداد این تیکای سبزی که اینجا میبینید خورده باشید از امتیاز بیشتری برخوردار هستین و به شما توکن بیشتری در نهایت میرسه و سلام، هیچ چیز دیگه ای نیست. حالا از این به بعد استراتژی ما چه میتونه باشه؟ خب من اول از همه کاربرا رو به 2 قسمت تقسیم میکنم. دوستانی که پروفیتشون بالای 3 میلیون هست و سکه هاشون بالای 1 میلیارد هست، اینا میشن یک گروه دیگه ای که پروفیتشون زیر 2 میلیون هست و سکه هاشون هم بالای 500 میلیون هست، این هم میشن گروه بعدی. حالا دوستانی که پروفیتشون 3 میلیون هست و بالای 1 میلیارد سکه دارن، دقت کنن. ما ابتداعاً بخوایم اولین کارتیو که اینجا ما پاس کنیم به کارت سبزشو و تیک سبزشو بگیریم، همین آپگرید کردن کارت هایی هستش که باید به لول 15 برسونیم. اینجا که اینو ما همین چند ساعت پیش میبینیم نیو خورده، اینجا ما اینو تونستیم 50 کارتشو بگیریم. چه کار کردیم؟ هیچی، اومدیم ما تمام کارتایی رو که داشتیم همه رو به لول 15 رسوندیم به همین راحتی. یعنی از همینجا اگر شما ببینین اینو همه نگاه کنین رفت بالای 15. پی آر انتی ما اگه ببینین، ما دیگه حالا چرا تاکید دارم بالای 15 نبرین؟ الان مثلا شده 16 17 شده. دوستان قیمت سکه‌ای که دیگه برای یه لول بالاتر رفتنشون میخواد خیلی زیاد میشه. میبینین الان مثلا این دیگه من 4 میلیون میخواد بگیره، پروفیتی بهم نمیده، همش 221 سکه میده، دونه سکه میده، یعنی اصلا ارزش نداره. حالا اگه این فردا اگه من مثلا تا لول 20 بخوام ببرم بالا، برفرض مثلا میشه 30 میلیون سکه از من میخواد بگیره تا به لول 20 برسه. این اگه بخواد به لول 25 برسه یه چیزی نزدیک 100 میلیون سکه از من میخواد. من اینو امتحان کردم خدمتتون دارم میگم. پس بنابراین اون رو فعلا نگه میداریم تا همینجا. و یه نکته دیگه ای، برفرض بفرمایید که این مثلا فردا جزو کامبو ما باشه. خب این اگه مثلا بخوایم ما الان ببریم تا لول 20 و مثلا 30 میلیون سکه من هزینه‌اش کرده باشیم، پس دیگه مطمئنا ما نمیتونیم تو کامبو دیگه از این استفاده کنیم. پس بنابراین ما از کامبو هم عقب میافتیم. رو همین حسابه که من الان میگم فعلا ما همه اینا رو ببریم تا لول 15 16، بیشتر نبریم، که حداقل بتونیم الان ما اینجا این تیک سبز رو بگیریم توی اچیومنتمون اینجا. اوکی، تا اینجا فعلا بسته. برای 25 حالا داستان دیگه داریم، اونو تو آینده خدمتتون میگیم. مورد بعدی که هست میتونیم سریعا آپگرید کنیم و نزدیکش کنیم به در واقع گرفتن تیک سبز، همین اسکین ها هستند، همین کاراکتر ها هستند. وارد این بخش بشین و این 11 تا ورزشکار، کاراکترهای ورزشکار المپیکی و که همشون هم تایمی هستن ها. تایم دارن، زمانش بگذره دیگه شما نمیتونین اینا رو بخرین. توصیه شدید دارم همه این 11 تا رو همین الان خریداری کنین. قیمت هر کدومش هم 1 میلیون سکه بیشتر نیست. کلا شما سرجم 11 میلیون سکه میدین، ولی باعث میشه که اینجا شما اچیومنتتون بتونین 2 تا لول بریم بالاتر و نزدیک بشین به آپگرید شدن و گرفتن تیک سبز. پس اینم شد یه نکته. استراتژی بعدی ما چیه؟ یه نکته فقط بگم خدمتتون، تو همین بخش اسکین ها اینا رو من توصیه نمی‌کنم بخرین، نرین و همه اینا رو بخرین. الان مثلا این آخریاش 200 میلیون برفرض مال اینه، خب اینو من نمیگم بخرین. این خود آقای پابل دروف که خودش این قیافه کرده، یعنی 500 میلیونه. من هیچ وقت نمیگم فعلا اینو بخرین. اینا رو فعلا بزنین حالا تا هفته های آتی ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی مثلا این 2 میلیونیا رو میتونیم بخرین، اینا رو مثلا میتونیم بخریم، ما که بیام همین الان اینا مثلا میخرم. 2 میلیونیا رو میخریم، اشکال نداره، نوش جونتون، میره بالا. خب اینم از این استراتژی. مورد بعدی که هست این تپ کردنهای روزانه است. اینم خیلی الان دیگه برامون تاثیرگذاره. قبلا فکر می‌کردیم که ما دیگه چون سکه‌مون رفته بالا و پروفیتمون بالاست نیاز به این تپ کردنا نداریم. اصلا خیلی وقتا خود من اینا رو نمیگرفتم، اصلا دیگه حوصله نمی‌کردم این تپ رو داشته باشیم.
ولی فهمیدیم که نه، به اینم داره امتیاز میده. این تب کردن ها مهمه و از همه مهمتر این بوستمونه که ما اینم بتونیم شارژ وقتی که فول شارژ میشه بتونیم بریم خالیش کنیم و اینا رو هم بگیریم. مورد بعدی که هست، ما میتونیم از الان استفاده کنیم دیدن ویدیوهای همستر توی چنل یوتیوبشون هست. عزیزان من با این ترفند تونستم روی اکانت دیگه به 50 ویدیو برسونم و اونم به این ترتیب بودش که روی تو خود چنل یوتیوب شما تشریف ببرین و ببینین یه دونه پلیلیست داره، نزدیک 20 یا 21 ویدیو داره اونجا. اون رو پلی آل بذاریم و همش رو بذاریم برای شما پلی بشه. من روی اون اکانت امتحان کردم شد، ولی نمیدونم چرا روی یکی نتونستم برم، حالا نمیدونم باگ بود یا چی. در هر صورت شما برین توی کانال همستر توی یوتیوب و ویدیوهای قبلیش رو هم حداقل هر چقدر که وقت دارین توی این 2-3 روزه ببینین. یعنی اگه شما روزی 4 یا 5 تا ویدیوهاش هم ببینین، ویدیوهاش هم هر کدومش بین 3 دقیقه تا 6-7 دقیقه بیشتر نیستش. یعنی شما 1.5 ساعت اگه وقت آزاد داشتین بتونین این کانال رو ببینین ویدیوهاشو، میتونین اینم به تیک سبز برسونین. پس ما تا اینجا یه مورد، اینکه تیک سبز گرفتیم، 2 مورد، بخش کارتا 3 مورد و بخش لول 15 ها 4 مورد رو تونستیم بیاریم بالا و تیک سبزش رو بگیریم. یه مورد دیگه هم که میشه و مطمئنم میاد بالا تا اون موقع، همین سابسکرایب تو همستر تی جی هست، در واقع کانال تلگرامشون که حالا شاید مال خیلی یا الان 100 باشه یا ما 200 باشه. دوستانی که از فروردین ماه شروع کردن مطمئنا الان دارن به 200 میرسن و تیک سبزش رو زودتر میگیرن. ما تیک سبز اینو میگیریم، نگران نباشین. در مجموع ما میتوانیم 4 تا یا 5 تا از این 9 مورد رو با تیک سبز برسونیم، یعنی بالای 50 تا 60% ما امتیازها رو میگیریم و اینه که میگم پس اصلا جای نگرانی نداره و به روندمون ادامه بدیم. در این بخش من میخوام یه نکته آموزشی هم خدمت شما بگم که اصلا چرا این داستان همستر شاید به قول بعضیا کش پیدا کرد. ما یه نظرسنجی انجام دادیم توی کانالمون و گفتیم که کیا خسته شدن و کیا میخوان ادامه بدن و خوشبختانه همه گفتن ما خسته ایم ولی هنوز هستیم و میخوایم ادامه بدیم. این یه مفهوم مارکتینگی خیلی مهم داره و که اون هم همون بحث کاستمر لویالیتی است و مشتریان وفاداریه که من خدمت شما ابتدای ویدیو توضیح دادم. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و برای شما مفید بود، لطفاً به دوستانتون معرفی کنین کانال ما رو، لایک و کامنت فراموش نشه و اگر دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای بعدی ما هم بهره ببرید.